یک اشتباه کوچیک تو تزریق پنیسیلین میتونه جونتو بگیره، ولی این تست ساده قبلش نجاتت میده. ببین چطوری انجامش میدم. باید چیکار بکنیم؟ با 10 cc آب مقطر، شارنگ 10 برمیدارم، 10 cc آب مقطر رو میکشم به این صورت. من الان 10 cc آب مقطر رو کشیدم. حالا پنیسیلین ویال به صورت پودری هست. دربوشش رو باز میکنم، با 10 cc رقیقش میکنم. طریقه رقیق کردن اینه که من وقتی آب مقطر میریزم به این صورت روی زمین دورانی تکون میدم ویالو که دارو کاملا رقیق بشه. من این ناحیه رو ضد عفونی کردم، حالا میخوام تزریقم رو انجام بدم داخل جلدی. حتما باید سرو سرسوزن به سمت بالا باشه و اینکه 10 تا 15 درجه ببینید اینطوری میشه. یعنی من سوزنم اصلا نباید به صورت عمودی، چون که من میخوام داخل جلد یعنی داخل پوست تزریق انجام بدم. به این صورت اینجا وارد میشم. همینقدر کافیه. تزریقمو انجام میدم به اندازه اینکه یه قلوپی میبینید اینجا زد بیرون. خب همین. حالا سوزنمو میکشم بیرون. بعد این ناحیه رو دورش رو یه ماژیک میکشم. من اینجا تزریق انجام دادم. باید 10 تا 20 دقیقه صبر بکنم. اگه توی این ناحیه خارش، سوزش، تورم، هر چیزی تنگی نفس، قرمزی داشته باشه و یا حالت هوا داشته بیمارمون، ما تزریق رو انجام نمیدیم. و باید حتی اگه دیروز پنیسیلین تزریق کرده باشیم امروز بخوایم دوباره تزریق کنیم، تست پنیسیلین رو حتما انجام بدیم. این ویدیو رو برای هر کسی که ممکنه پنیسیلین بزنه بفرست، جونشو نجات بده.